به نام یاد خدا. دوستا خوش آمدین به باقی مانده درس. دوستا من اینجا یک دیف دارم، پوزیشن کلاس ابسولوت دادیم و همچنان پوزیشن پاراگراف تان پوزیشن لیسن است دوستا من این باکس براتان نخیر دوستا. این باکس اول من باید پوزیشن ریلیتیو اول براتان درست کنم دوستا. درست است پوزیشن ریلیتیو. خب من میگم دیف الیمنت دیف است همو کلاسی که پوزیشن همو کلاسی که ریلیتیو است دوستا. همو کلاسی که ریلیتیو است. اینی یعنی ای باید باشه در کنه نیست اصلا اشتباه نشه ریلیتیو است. خب دوستا من بر از این ویدیت تعیین میکنم دوستا. ویدیت میگم باشه 50 پیکسل و همچنان بک‌گراند کالر تعیین میکنم دوستا. بک‌گراند کالر میگم که باشه این رنگ دوستا. درست است. حالا من میایم از اسپایدر لایو استفاده میکنم. میبینیم که اینجا یک باکس تعیین شده دوستا، ولی این باکس من بسیار خرد است. چرا؟ خب من اگر امیر از فیصدی استفاده کنم بسیار خوب است دوستا. 50% باشه میگم. اینجا ببینین به این اندازه شد و همچنان یک هایتم برازی من تعیین کنم. درست است. هایتم انهریت نباشه، هایتم 50% باشه. درست است دوستا. هایتم 50% باشه. اصلا تغییر نکرد. خب دوستان من میگم که پدینگ برازی تعیین میکنم. حالا میگم پدینگ اینی پاراگراف تا نخیر پدینگ باید تعیین نمیشه. درست است. خب دوستا بک‌گراند کالرش به این شد. حالا من میگم که اینی پی من برش پدینگ تعیین میکنم. میگم که از بالا و پایین 40% فاصله داشته باشه و از چپ و راست 20% فاصله داشته باشه دوستا. حال میاین میبینین که از چپ راست 20% فاصله داره، از بالا و پایین 40% فاصله داره. ولی دوستا من میگم که اینی باید به وسط باشه. حال ما چی کار کنم؟ شما رای حل بگوین. رای حل اینی است که من یک رای حلش است که من تکستلاین سنتر میگیرم دوستا. تکستلاین سنتر میگیرم. حال میبینین که ای به سنتر شده. و یک رای دیگه می است که شما بگیرین اینجا مرجن بتین بگوین اوتو. هر چیز که داخل از ای است باز اوتو میشه. و نخیر دوستا. حال ما در این باکس میخوایم که اینی باکس ما همچنان وسط باشه، ولی فعلا نه. حال ما میرم یک باکس دیگه جور میکنم دوستا. یک باکس دیگه جور میکنم. دوستا ای رو کپی میکنم و همچنان در اینجا پیست میکنم دوستا. و همچنان این باکس پوزیشن ابسولوت میتونم. درست است. پوزیشن ابسولوت. پوزیشن باید ابسولوت باشه به این دوستا. و همچنان میایم در اینجا میگم دیف که دیف دارم و هموی که پوزیشنش ابسولوت است دوستا. و همین استایل برش دوباره میتونم. درست است. همین استایل دوباره برش میتونم کنترل بی، ولی رنگش تغییر میتونم دوستا. رنگش تغییر میتیم آبی میکنیم. رنگش تغییر میکنیم آبی میکنیم دوستا. اینجا ببینین یک باکس دیگه تعیین شد. ببینید زیر یک باکس دیگه تعیین شد. پوزیشن لیسن است دوستا. و میخوایم اینی باکس بالای زی باکس باشه. درست است. اینی باکس بالای زی باکس باشه. و میایم ویدت ازیره و همچنان اینجا هم پی داریم دوستا. خب من پی رو کنترل بی میکنم و همچنان در اینجا کنترل سی میکنم دوستا. یک کمی با کوچکتر باشه خوبتر است. میگم که این 20% از بالا و پایین فاصله داشته باشه و این 10% از چپ راست فاصله داشته باشه. اینجا میبینیم که بکسکتون کوچکتر شد دوستا. درست است. ببینین هر دویشان تغییر کرد. چرا دوستا؟ در این زمان اگر شما اینجا هم پی دارین اینجا هم پی، ولی اگر میخواین تنها بالای ازی تاثیر کنه شما میرین به این پی تان یک کلاس میتین دوستا. درست است. کلاس میتین میگین که باکس 2 است دوستا. این باکس 2 است و هم میتین در اینجا مشخص میکنین اون پاراگرافی که باکس 2 داره. باکس 2
حالا دوستا ما میایم اینجا میبینم که باکس اول به مو قسم اول است، باکس دوم کوچکتر شده دوستا. درست است؟ و همچنان پدنگ زیر من کاملا کم میکنم و همچنان 2% میکنم که از قسمت ودید همچنان ای باید کم شود دوستا. ودید از زیر من همچنان کم میکنم، 30% میکنم دوستا. باکس دوم ببینین ودیدش کمتر شد. ما میخوایم این باکس بالای ازی بره. رای حل شما چیست دوستا؟ رای حل ای هست که ما پوزیشن زیر ابسولوت بدم دوستا. درست است؟ و پوزیشن باکس اول ریلیتیف میتیم دوستا. پوزیشن باکس اولتان باید چی باشه؟ ریلیتیف باشه دوستا. و پوزیشن باکس دومتان دوستا ابسولوت باشه. پوزیشن باکس دومتان چی باشه؟ ابسولوت باشه. حالا میایم میبینیم اینجا. ما میخوایم بالای ازی بره. حالا دوستا ببینین، ما برای تاپ و باتم رایت انتخاب میکنم. میگم که از تاپ دوستا چقدر فاصله داشته باشه. تاپش میگم 0 باشه دوستا. ببینین دوستا به اینجا من تاپش 0 باشه گفتم. حالا میگم که یکم فاصله داشته باشه. درست است؟ تاپ میگم که 20 پیکسل فاصله داشته باشه. دوستا میبینین حالا به این طرف اومد، ولی ما میخوایم این دوسط باکس ما قرار بگیره. خب تاپ میگن که 40% 50% فاصله داشته باشه است. میبینین دوستا پایین تر اومد. درست است؟ و همچنان میگم که 100 پیکسل فاصله داشته باشه. و همچنان میگم که تاپش 100 پیکسل باشه. و همچنان از لفت دوستا، از لفت هم باید فاصله داشته باشه دوستا. ببینین از تاپ قدر فاصله پیدا کرد، ولی لفت کاملا همسو با این باکس اول است. از لفت هم فاصله داشته باشه، به این طرف یکم شود. از لفت هم میگم که 100 پیکسل فاصله داشته باشه. ببینین دوستا به این طرف آمد. با این شکل شما میتونین این رو پوزیشن ریلیتیو بتین و این رو پوزیشن ابسولوت بتین. به این شکل شما میتونین که یک چیز خوب بسیار بسازین با پوزیشن ریلیتیو. و این باکس اول پوزیشن ریلیتیو، باکس دوم پوزیشن ابسولوت دوستا. این هم کودها. درست است؟ این هم کودهایتان و همچنان این هم کودهای HTML. بسیار ساده و آسان است. درست است؟